سلام به این ویدیو، خیلی خوش اومدی با شبیه ساز موتور. بریم ببینیم چجوریه. لیتس گو. بعد اینو بزنیم داخل بازی، بریم این منوشه. خب بعد ما اینو بزنیم میریم داخل ماشینا، یعنی موتورمون اینه و با سرعت 200 کیلومتر بر ساعت حرکت میکنه. ببینید چقدر سرعت زیاده. آره. بعدش یه چیزی که بگم این که این بازی خیلی باحاله، تو ایران معروف شده. آره، تو ایران معروف شده و من بازیشو دوست دارم. به نسبت بازیش بازی خوبیه. آره، یه سری چیزای باحال هم مثلا اینجا ارتفاع داره که اگر ما اینطور کنیم از اون ارتفاع، یعنی بخوریم بریم میریم هوا. بعضی موقع اینطور میشه، الان اینطور نمیشه. حالا راجع به بازی بگم، ما تازه، یعنی این ویدیو رو تازه گرفتیم. ماشین از کجا اومد؟ خب این ویدیو رو ما تازه داریم میگیریم و هم یه ذره بازی کنیم ببینیم چجوریه. خب الان این دوران میبینیم قرمز آبی میشه، یعنی پلیس دنبالمه. بعدش من از این سکوه میپرم. پلیس الان چرا منو زد؟ داداش میخواستم از سکو بپرم، نه از روتو بپرم. دوباره منو زد. چیکار کنمش؟ واقعا نمیدونم چیکار کنم. ما یه تست سرعت میگیریم. آره، یه تست سرعت میگیریم، بعد یه حرکت هم میدنیم. این تست سرعتشه، واقعا سرعتش خیلی زیاده. من تا تست کردم تا 90 رفت، ولی خب الان نمیدونم چرا نمیره. الان باید منتظر باشیم ببینیم میره یا نه. خب تا 90 بره خیلی خوب میشه. برو تو رو خدا برو. ای بابا نمیرسه. از سکو پرواز کرد. آخه من نمیخواستم پرواز که نقل مکان کنم به نظر خودم. پرواز دیگه چرا کرد؟ اوکی، خب بریم ادامه ویدیو. خب اوکی، این اگر بالاتر از سرعت 120 باشه عکس برداری میکنه. خیلی باحاله. بازیش پلیس داره. و تازه اینجا هم یه چالش هست. من خودم این چالش رو به نسبت دوست دارم. میریم اینجا، از اینجا میپریم بالا، میریم روی از هر کدوم از این سکوها بپریم. تا جا از هر سکویی که میتونیم میپریم. خب اونی که میشه. حالا اینو ما میریم بالا، از این میشه. حالا ببینید چقدر میتونه بره بالا. اوی رفتم پایین که خب اب نداره. فعلا ما چیز میکنیم. خودیم اوکی. خب بذاره این وری بریم بپیچیم. خب برو بالا. چیکار میکنی؟ برو بالا. اوف، خوردم به دیوار. چرا خوردم به دیوار؟ صبر کن، برو بالا. اینم میشه رفت بالا. اونو من یه دور تست کردم. حالا میشه رفت از این کم میشه رفت بالا. یه تست انجام میدیم، بعدش که تست حرکت. این تک چرخه، این جلوه. دارم تستشو نشون میدم. از تک چرخه بگیم گازو بگیریم اینطوری میشه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.